السلام علیکم بابای شام داملای عزیز شیرین سخن ببخشید که من 3 سوال میتونم لیکن جواب گویید. خیلی داره عزیز جواب میگه انشالله. یکم هنگام زن نکاحی گرفتن در شب اول با وی چه خیلی نزدیکی کنیم؟ چون که شریعت من میکند دیگر نمودی نزدیکی ها را. اولش که دادر عزیز شریعت هیچ خیلی نمودیم نزدیکی رو با همسر من نکرده. اینش گپش ناتوگریست این گپ بودم. خوب اکنون میخوایی که رنگ شیخا باشی؟ خوب اکنون اون طرفش نمیگم. چیزه کتابا گفتیه؟ اولش میگم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما تعلیم دادیم برای جوانای نوعروس آدابی زفافا، آدابی شب اول با عروس نزدیک شدن. آن چیزی که فقهای اسلام امام غزالی آورده در کتاباشون میخوام گویم. یا حکایه هست شوخی داشتیم که نمیگم به رسول اکرم. آدابش همین است که وقتی که شما پیش عروس پیشتان میبرن تگی چملی هر تدان 2 به 2 تنها میشوید ینگه ها برآمده که میروند گفتیم مالا خانه به خوشتامن که شد شما بسم الله الرحمن الرحیم گویه پیش کلین رو به عروس روی مال اثرش برداره این وقتی عروس ها لومان هم نداره خدا روی مال عروس برداره دستانو در پیشانیش مونه. این تعلیم پیغمبر خداست. دعا کنه الحمد خدایا گویه اللهم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلتها له. خدایا من از تو عاجزانه دعا میکنم که این عروس من برای من عروس خوش اخلاق کن، عروس با آداب کن، عروس با وفا کن، عروس کن که خاندان من احترام کنه. این دعاست. و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. خدایا من پناه میگیرم از این عروس، از بد اخلاقیش، از بی حیاگیش، از بد معاملگیش، از هر خلقی بده که در طبیعت اوست. خدایا از وی من پناه ده. این است آداب اولی جوان یعنی شهر بچه ها. این یک. دویمش وقتی که هستن در بالای دیوان میشینه در حال او رو غلطانده بالا سوار نشد. رسول اکرم نکردن که لا یقعن احدکم علی امرأته کما تقع البهیمه. شما بالای هم سر تانده مانند حیوان برین در حال خیصده سوار نشه. گفتن ولیکن بینکما رسول، باید بین شما این عروس و داماد اول میان رو باشد، میانچی باشد. اصحاب گفتن یا رسول الله من رسول میان رو چی؟ حضرت گفتن الکلام والقبله. یادم اکشین قطعی صحبت کن، صحبت های شیرینی عاشقی و معشوقی لیلی مجنونی کن، بس آنه آهسته آهسته با بوسش کن، با تنهاش مالیدن گیر. وقتی که دیدی که ویم رنگی خودو تیار کی شد انسانی با بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا گو تکی کرپت را کرد کرنگی. جوان خوب چی خیلی میکنی کاری تو بشت ما کار نداریم. بچه های خوشرو دیگه این دعا رو فراموش نکنه. این دعا پیغمبر خدا رو تعلیم شد برای ما. بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. خداوندا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای من شیطان دور کن، از این همخوابگی برای من فرزند خوب صالح اهل ایمانی به دنیا بیار. انا من دعا رو کنه بچه ها دام بچه های خوب بجواد. امروز همه پدرها رو بچه هاشون عاقی پدر های، بچه هاشون به حیا و به عفت و افلاس های به خاطر آنکه این سنت رسول اکرم عمل نمیکنه. بنابر اکثر خانداری های پدر و مادران شیطان در این خانداری شریک است. بچهش بنابر آدم کش میشد، بچهش زناگار میشد، بچهش عاقی پدر میشود. فهمیدی شده؟ اما عربی رو نمیدونی تاجیکی گویه خدایا به نام تو بسم الله الرحمن الرحیم خدایا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای ما فرزند صالح با تقوای پاکیزه و خوش اخلاق به دنیا بیار. خدایا شیطان در این همخوابگی به ما نزدیک نمون. نمی دعا رو کنه. این پیغمبر تعلیم شد. یا الله نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من نشئتم. دادر عزیز تکی جاگه که در آمدی هدیه رو در بالات پرتو کاری توسنش. فقط حرکت کن که
مانند بدبختای اروپایی گوموسکسوالیستا بارین در قفا نکنید. در راه پیش به هر نوعی که میکنید کار شما حلال پاکیزه استیم. از رسول اکرم پرسیدن که از زنها ما برای ما چی حلال است؟ حضرت گفتن اصنع معها کل شیء الا النکاح. هر کاری که میکنی برای خودت حلال است، فقط در حالت حیض نزدیک نشو گفتن و از عقیب در جای افلاسیون نزدیک نشو. دیگر هر کاری میکنی کن، چپه میکنی، پشتگی میکنی، راستا میکنی، یا پاره میکنی، چارقا میکنی، کارش السلام علیکم بابای شام داملای عزیز شیرین سخن ببخشید که من 3 سوال میتونم لیکن جواب گوید. خیلی داره عزیز جواب میگه انشالله. یکی هنگام زن نکاحی گرفتن در شب اول با وی چه خیل نزدیکی کنیم؟ چون که شریعت من میکند دیگر نمودی نزدیکی ها را. اولش که دادر عزیز شریعت هیچ خیل نمودی نزدیکی را با همسر من نکرده. اینش گپش ناتوریست. این گپ بودم خوب اکنون میخوایی که رنگ شیخا باشی خوب اکنون طرفش نمیگم چیزا که کتابا گفتیه اولش میگم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما تعلیم دادیم برای جوانای نوعروس آدابی زفافه، آدابی شب اول با عروس نزدیک شدن. آن چیزی که فقهای اسلام امام غزالی آورده در کتاباشم میخوام گویم. یا حکایه هست شوخی داشتیم که نمیگم به رسول اکرم. آدابش همین است که وقتی که شما پیشی عروس پیشتان میبرن تگی چملی هر تدان 2 به 2 تنها میشوید ینگه ها برآمده که میروند گفتیم ملک خانه به خوشامن که شد شما بسم الله الرحمن الرحیم گویه پیش کلین رو به عروس روی مال از سرش برداره ای وقتی عروس ها لومان هم نداره خدا گداش روی مال عروس برداره دستانو در پیشانیش مونه. این تعلیم پیغمبر خداست. دعا کنه الحمد خدایا گویه اللهم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلتها له. خدایا من از تو عاجزانه دعا میکنم که این عروس من برای من عروس خوش اخلاق کن، عروس با آداب کن، عروس با وفا کن، عروس کن که خاندان من احترام کنه. این دعاست. و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. خدایا من پناه میگیرم از این عروس، از بد اخلاقیش، از بی حیاگیش، از بد معاملگیش، از هر خلقی بده که در طبیعت اوست. خدایا از وی من پناه ده. این است آداب اولی جوان یعنی شهر بچه ها. این یاد. دویمش وقتی کردن در بالای دیوان میشینه در حال او رو غلطانده بالا سوار نشد. رسول اکرم نکردن که لا یقعن احدکم علی امرأته کما تقع البهیمة. شما بالای هم سر تانده مانند حیوان برین در حال خیصده سوار نشه. گفتن ولیکن بینکما رسول، باید بین شما این عروس و داماد اول میان رو باشد. میان چی باشد؟ اصحاب گفتن یا رسول الله من رسول میان رو چی؟ حضرت گفتن الکلام والقبله. یاد مکشین قطعی صحبت کن، صحبت های شیرینی عاشقی و معشوقی لیلی مجنونی کن، بس آنه آیسته آیسته با بوسش کن، با تنهاش مالیدن گیر. وقتی که دیدی که ویم رنگی خودو تیار کی شد انسانی با بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا گو تکی کرپت را کرد کرنگی. جوان خوب چی خیلی میکنی کاری تو مشت ما کار نداریم. بچه های خوشلو دیگه این دعا رو فراموش نکنه. این دعا پیغمبر خدا رو تعلیم کرد برای ما. بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. خداوندا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای من شیطان دور کن، از این همخوابگی برای من فرزند خوب صالح اهل ایمان به دنیا بیار. انا من دعا رو کنه بچه هاتون بچه های خوب بجواد. امروز همه پدرها رو بچه هاشون آقی پدر های بچه هاشون به حیا و به عفت و افلاس های به خاطر آنکه این سنت رسول اکرم عمل نمیکنه. بنابر اکثر خانداری های پدر و مادرات شیطان در این خانداری شریک است. بچهش بنابر آدم کش میشد، بچهش زناگار میشد،
بچهش آقی پدر میشود. همینی شده؟ اما عربی رو نمیده، تاجیکی گویه. خدایا به نام تو بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای ما فرزند صالح با تقوای پاکیزه و خوش اخلاقی به دنیا بیار. خدایا شیطان در این همخوابگی به ما نزدیک نمون. این دعا رو کنه، این پیغمبر تعلیم شد. یا الله. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من شئتم. برادر عزیز، تکی جاگه که در آمدی ادیال در بالات پرتو کاری توسنش، فقط حرکت کن که مانندی بدبختای اروپایی گموسکسوالیستا بارین در قفا نکنید. در راه پیش به هر نوعی که میکنی کاری شما حلال پاکیزه هستیم. از رسول اکرم پرسیدن که از زنها من برای ما چی حلال است؟ حضرت گفتن اصنع معها کل شیء الا النکاح. هر کاری که میکنی برای خودت خودت حلال است، فقط در حالت حیض نزدیک نشو گفتن، و از عقیب در جای افلاسیون نزدیک نشو. دیگر هر کاری میکنی کن، چپه میکنی، پشتگیر میکنی، راستا میکنی، یا پاره میکنی، چارقا میکنی، کارش